تصور کنید قدرتی دارید که می توانید رازهای پنهان جهان را کشف کنید. سفری که شما را از زندگی عادی بیرون می برد و به دنیایی می برد که قوانینش با هر آنچه تا کنون می دانستید متفاوت است. تصور کنید که قدرت جادویی فقط یک خیال نیست، بلکه درون شماست، بخشی از ذهن و آگاهیتان. اما چرا این را نمی بینید؟ چه چیزی مانع شماست؟ در این ویدیو با نظریه‌ای روبرو می شویم که می گوید جهان چیزی فراتر از تصور و باورهایمان است. سفری به دنیای شگفت‌انگیز نظریه کریستوفر لانگان. بیایید با مردی آشنا شویم که شاید کمتر کسی نامش را شنیده باشد، اما نظریه‌اش می‌تواند جهانبینی شما را متحول کند. کریستوفر لانگان مردی با زریپوشی بالاتر از اینشتین، کشاورزی که در سکوت و دور از هیاهوی دانشگاه‌ها دست به کاری زد که حتی بزرگترین دانشمندان جرأت فکر کردن به آن را نداشتند. او مدلی ارائه کرد که میگوید جهان نه تنها یک ماشین عظیم، بلکه یک ذهن زنده است. ذهنی که خودش را طراحی، اداره و کشف می کند. لانگان از کودکی متفاوت بود. او در خانواده‌ای فقیر بزرگ شد. با سختی‌های زیادی جنگید، اما چیزی درونش او را از دیگران جدا می‌کرد. ذهنی که هیچ محدودیتی را نمی‌پذیرفت و همیشه به دنبال حقیقتی بزرگتر بود. حالا بیایید وارد نظریه اون شویم، مدلی که شاید کلید فهمیدن این سوال رو به ما بده: ما که هستیم؟ جهان چیست؟ و چطور همه چیز به یک ذهن واحد برمیگردد؟ پس بیایید عمیق‌تر به دنیای شگفت‌انگیز این نظریه نگاه کنیم. لانگان میگوید جهان مثل یک برنامه کامپیوتری است که خودش را نوشته، خودش را اجرا می کند و خودش را درک می کند. به عبارت دیگر جهان یک سیستم خودآگاه است که تمام اجزای آن از سیارات گرفته تا کوچکترین ذرات اتمی بخشی از این ذهن بزرگ هستند. جهان شبیه یک ذهن عمل می کند. همانطور که ذهن ما اطلاعات را میگیرد، پردازش میکند و دوباره به دنیای بیرون باز میگرداند، جهان هم همین کار را میکند. حالا سوال مهم این است: اگر ما بخشی از این ذهن هستیم، نقش ما در این سیستم چیست و چگونه میتوانیم به درک عمیق‌تری از جایگاه خود در این جهان برسیم؟ جهان یک هویت واحد است. هویت بنیادی ترین مفهوم برای شناخت هر چیزی در جهان. وقتی شما یک درخت را می‌شناسید، در واقع هویت آن را درک کرده اید. برگ‌ها، تنه و شاخه‌هایش هویت درخت را تعریف می‌کنند. بدون هویت هیچ واقعیتی وجود ندارد، زیرا هویت است که هر پدیده را واقعی و قابل شناسایی می سازد. در مدل CTMU می گوید جهان یک موجودیت یکپارچه است. همه چیز از خودش ساخته شده است و همه چیز در داخل خودش وجود دارد. هیچ چیزی خارج از این سیستم وجود ندارد. این یعنی جهان کاملا مستقل است و از بیرون محدود نشده. به همین دلیل جهان یک هویت واحد است.
درست مثل بدن شما که از میلیاردها سلول تشکیل شده، اما شما خودتان را به عنوان یک هویت واحد میشناسید، نه به عنوان مجموعه‌ای از سلول‌ها. جهان هم همینطور است. تمام اجزای آن از بزرگترین کهکشان‌ها تا کوچکترین ذرات بخشی از یک هویت واحد است و ما انسان‌ها نیز بخشی از این کل بزرگ هستیم. این یعنی ما جدا از جهان نیستیم. لانگان در ادامه میگوید ما تصویری از خدا هستیم. اما تصویر چیست؟ تصویر نتیجه یک نقشه برداری است. خدا خودش را در هر انسان بازتاب می دهد. ما ساختار جهان را منعکس می کنیم و هر کاری که انجام می دهیم در یک رسانه یا شبکه اتفاق می افتد. این شبکه به نوعی ضبط کننده انرژی های ماست. تمام افکار، اعمال بخشی از این ساختار کل هستند که همشون ثبت و ضبط میشن. از طرفی این دیدگاه ما را به فرضیه شبیه سازی نزدیک می کند. تصور کنید جهان فیزیکی که اطراف خود می بینید چیزی بیش از یک شبیه سازی نباشه. مثل اینکه همه چیز در نوعی ماشین هوشمند یا کامپیوتر بزرگ در حال اجراست. اما این شبیه سازی فقط یک نمایشگر نیست، بلکه خودش پردازشگر هم هست و کسی که نمایش و پردازش را کنترل می کند همان خدا است. مدل CTMU میگوید خدا محدود به جهان فیزیکی نیست و در هر قسمت وجود دارد. آگاهی را در نظر بگیرید مثل یک جریان دائمی اطلاعات عمل می کند. ما انسان‌ها اطلاعاتی را از دنیای بیرون از طریق حواس پنجگانه دریافت می کنیم، پردازش می کنیم و به صورت فکر، تصمیم یا عمل به دنیای بیرون برمیگردانیم. اما این فقط درباره ما نیست. جهان هم همین فرایند را دنبال می کند. حالا به این فکر کنید. تمام آنچه هستیم شبکه‌ای از میدانهای کوانتومی است که در نوسانات کوچک شناور است. هر فکر شما مثل یک نوسان کوچک می تواند این میدانها را تحت تأثیر قرار دهد و در دنیای اطراف شما تغییراتی ایجاد کند. این به ما یادآوری می کند که ما به چیزی بزرگتر و گسترده تر متصل هستیم. چیزی که فراتر از درک محدود ماست. ذهن و واقعیت از هم جدا نیستند. آنچه به آن باور داریم می تواند واقعیت ما را بسازد. پس اگر به چیزی بزرگتر، متصل و هدفمند باور داشته باشید، جهان بیرونی شما نیز همانطور خواهد بود. در نهایت این نظریه ما را دعوت می کند به درک عمیق‌تری از خودمان و نقشمان در این هستی بیکران. جایی که همه ما ذره‌ای از خدا هستیم و هر لحظه می توانیم با آگاهی و انتخاب‌های خودمان بخشی از این خلقت بیپایان را تغییر دهیم.